مولانا پیوندگری دلها. مولانا جلال‌الدین بلخی یکی از نابغه‌های نظم کلاسیکی تاجیک و فارس بوده. در عرصه سخنوری شاعر بی همتای شناخته شده است. او انسان را بزرگترین معجزه آفرینش می شمارید و یگانگی و اتفاق و اتحاد و همبستگی آنها را تلقین و ترغیب می نمود. صلح و آشتی، عشق و عاشقی، تربیت اخلاقی را بیشتر ترنم می کرد. محسمین اندیشه و افکار عارفانه و عالمانه اش بود که سخن و کلام او دورتر از زادگاهش ختلان زمین به کل آسیا و اروپا پهن گردید. دامن گسترد. تمام محققان وطنی و خارجی مخصوصا در قلمرو ایران به دیو زمان فروزانفر که 40 سال عمرش رو به تحقیق مثنوی، به تحقیق عموما آثار مولانا بخشیده است. او میگوید که مثلا در ایجاد بده در سطح مولانا ادب دیگری رو پیدا کردن محال است. ای گشته ز تو خندان بستان گل رعنا، پیوسته چونین بادا چون شیر و شکر با ما. ای چرخ تو را بنده وی خلق ز تو زنده، احسنت زهی خوبی شاباش زهی زیبا. دریای جمال تو چون موج زند ناگه، پرگنج شود پستی فردوس شود بالا. هر سو که تو رو آری در پیش تو گل روید، هر جا که روی آیی فرشت همه زر بادا. آن دم که ز بدخویی دشنام و جفا گویی، میگو که جفای تو حلواست همه حلوا. یا رب دل بازش ده 100 عمر درازش ده، قهرش بر و نازش ده تا فخر بود ما را. سلطان سلاطینان شمس الحق تبریزی، ای از تو مشامی جان زیبا شده و گویا. مثنوی و مولانا به ما نیاز ندارد. اکن تصور کنید که همین یک چیزی که من حاضر میخونم، حاضر مولانا یا که من نوشته باشم یا یکان تا شما زنده نمیماندید. آنان که طلبگار خدای بیرون ز شما نیست، شمای چیزی که نکردید گم از بحر چی جویید، و در طلب گم شده از بحر چرای. آنان که طلبگار خدای. با پژوهش درباره جای تولد، زیست و زندگانی و آثار پرمحتوای مولانا جلال‌الدین بلخی در عصر گذشته، عالمان از کشورهای گوناگون عالم پرداخته فرزند ملت تاجیک بودن او را با دلیل‌های معتمد و اساسناک اثبات نمودند که برای هر یک ما این افتخاری بزرگ است. این ادبیات تنها در عصرهای میانه فزون از 30,000 شاعران دارد که دیوانش امروز در دست ما هست. شاید 30,000 دیگر، چند 30,000 دیگر باشد که دیوانش تا کنون باقی نمانده است. این چنین 400 شاعر دیگر مشهور است که دیوانشان هنوز به دست نآمده است. این شاعرها بسیار مثلا آثارشان توسط سرچشمه های ادبی و تاریخی به ما رسیده است، ولی دیوان به واسطه نرسیده است. یکی از همین گونه ادیبان، یکی از همین گونه شاعران که در سرتاسر نه تنها در قلمرو فارسی زبانان بلکه در سرتاسر جهان شهرت جهانی دارد، مولانا جلال‌الدین محمد بلخی رومی است. نامگوی میراث ادبی جلال‌الدین بلخی از نگاه مقدار چندان زیاد نیست، اما اثرهایش حجماً بزرگند. میراث ادبی او اساساً از مثنوی معنوی، فیه ما فیه و دیوان کبیر عبارت می باشد. مولانا جلال‌الدین بلخی محض با مثنوی معنوی در ادبیات و فرهنگ گذشته ما نقشی با سزایی گذاشت. شعر اندیشه چی معنی دارد؟ این همین معنی را دارد که این نوع کلام هنری معنی ظاهری و معنی تحتانی دارد. انا به نمایندگی از همین نوع کلام هنری ادبی جلال‌الدین بلخی نمایندگی میکند. این نوع شعر شاید پرسیده میشد که از کی سر میشد؟
این نوع شعر از ابو مجد مجدود بین آدم صنایع غزنوی آغاز شده است و توسط آثار عطار تکامل کرده است، تحول کرده است و توسط آثار مولانا جلال الدین بلخی عالی‌ترین مراحل کمالات پیموده است. مثنوی ما دکان وحدت است. اینجا فقط این وحدت به معنی توحید الهی نیست، اینجا یک مسئله اجتماعی را مطرح میکنه. در حقیقت مثنوی او دکان وحدت است. ما از کیسه فیل که گفتیم در اون تاریکی که فیل نگه داشتن همه را دعوت کردن بید ببینید که این چی هیولای است. هر کی در اون تاریکی که فیل را نمیدید در هر اعضای از فیل دست میزد یک تعبیر و یک تفسیر از فیل بیان میکرد. مولانا جلال الدین بلخی محض با مثنوی معنوی در ادبیات و فرهنگ گذشته ما نقشی با سزایی گذاشت. امروز این اثر عالم شمولی آن مقام جهانی پیدا کرده یکی از سرخریدارترین کتاب محسوب می شود. برای ایجاد این اثر بزرگ مولانا 10 سال زحمت کشیده است. این اثر در قالب ژانر مثنوی ایجاد شده است که در واقع کتاب نیز از همین جا عنوان گرفته است. البته باید به این نکته اشاره شود که گرچه قبل از مولوی شاعران دیگری نیز از قالب شعر مثنوی استفاده کرده بودند، ولی مثنوی مولوی از سطح ادبی بالاتری برخوردار است. بشنو از نی چون حکایت می کند و از جدایی ها شکایت می کند که از نیستان تا مرا ببریدند، از نفیرش مرد و زن نالیدند. سینه خواهم شرح از فراق تا بگویم شرح درد و اشتیاق. آن روح را که عشق حقیقی شعار نیست، نابوده به که بودن او خیر آر نیست. گویند عشق چیست؟ بگو ترک اختیار. هر کوز اختیار نرست اختیار نیست. عاشق شهنشه است 2 عالم برو نثار. هیچ التفات شاه به سوی نثار نیست. عشق است و عاشق است که باقی است تا ابد. دل جز بر این منی بجز مستعار نیست. آن کز بهار زد بمیرد گهی خزان. گلزار عشق را مدد از نوبهار نیست. آن گل که از بهار بود یار اوست خار. آن می که از اسیر بود بیخمار نیست. تا کی کنار گیری معشوق مرده را؟ جان را کنار گیر که او را کنار نیست. بر نقد قلب زن چو اگر قلب نیستی. این نکته گوش دار گرت گوشوار نیست. اندیشه را رها کن و دل ساده شو تمام، چون روی آینه که به نقش و نگار نیست. موضوع آثار مولانا جلال الدین بلخی بیشتر جنبه‌های اخلاقی داشته. در موضوعهای تعلیم و تربیت، راستی و راستکاری، خدمت به مردم، خودشناسی، عشق و مهر و محبت میان انسانیت می باشد. همچنین موضوع دوستی، همراهی، وحدت و یگانگی در غزلیات مولانا مقام شایسته دارند. معصمین جنبه‌های مهم حیات انسانی است در آثار مولانا که امروز تمام محصول ایجادی او را با زبان‌های دیگر ترجمه کرده مطالعه می‌کنند و می‌آموزند و پند زندگی می‌گیرند. از مثنوی معنوی نسخه‌های بیشماری قدیمی محفوظ مانده که آنها در کتابخانه ممالک زیادی دنیا نگهداری می‌شوند. باری نخست متن علمی مثنوی را عالم انگلیس نیکلسون انجام داده سالهای 1925-1937 به تب رسانید. باری دیگر آن دلبر عیار مرا یافت، سرمست همی گشت و به بازار مرا یافت. پنهان شدم آن نرگس مخمور مرا دید، بگریختم از خانه خمار مرا یافت. بگریختنم چیست کزو جان نبرد کس، پنهان شدنم چیست چو 100 بار مرا یافت. گفتم که در انبوهی شهرم کی بیابد، آن کس که در انبوهی اسرار مرا یافت. کی مژدکی آن غمزه غماز مرا جوست، وین بخت که آن طره طرار مرا یافت.
دستار ربود از سری مردان بگرو بود، دستاری سر و گوشه دستاری مرا یافت. از خون من آثار به هر راه چکیده است، آمد به کناری ره از آثار مرا یافت. چون آهو از آن شیر رمیدم به بیابان، این شیر گهی صید به کوهسار مرا یافت. امروز نه گوش است و نه هوش است و نه گفتار، کان اصلی هر اندیشه و گفتار مرا یافت. ای قومی به حج رفته کجایی کجایی، معشوق همین جاست بیایی بیایی. معشوقی تو هم سایه و دیوار با دیوار، در بادی سرگشت شما در چی هوایی. گر صورت به صورت معشوق ببینه، هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایه، هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایه.